روز بخیر. خبرگزاری 8 سپتامبر رو از استودیو مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز در برنامه یا کبیری یا نمایندگی در دوشنبه. تاجیکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد که اگر موحدین کبیری در جلسه این سازمان شرکت کند دفترش را میبندد. پرزیدنت تاجیکستان اسلام بدبینی در میانمار را محکوم کرد. در همین حال فروری هایی که به بنگلادش رسیدند قصه های دهشتناک نقل میکنند. ما از مرز گذشتیم. مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند. و یک زن سالخورده روس از پس دایه‌اش از مسکو به قرقیزستان رفته تصمیم گرفته است همونجا بماند. آژانسی دولتی تاجیکستان در آستانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال بسته شدن دفتر این سازمان در کشور خبر داد. رسانه دولتی خاور روز 8 سپتامبر گفت این احتمالیت در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و سخنرانی رهبرش موحدین کبیری در نشست وجود دارد. در دفتر مرکزی این سازمان در وینا به رادیو آزادی گفتند که درباره این تهدید هیچ اطلاعی ندارند و به تشکیل سلسله جلسه های روزهای 11 تا 22 سپتامبر در شهر ورشو آمادگی می‌بینند. جریان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شده نامنویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند. نشست قریب الوقوع در ورشو وضع حقوق انسان در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را بررسی می‌کند. سال گذشته گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی به جلسه این سازمان وارد شدند و نسبت به بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض نمودند. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز پنجشنبه پرزیدنت تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه از وضع مسلمانان روهینجا نگرانی جدی کرده است. امام علی رحمان و رجب طیب اردوغان هنگام صحبت افزایش اسلام بدبینی را در میانمار محکوم نمودند. سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد که فرار مسلمانان روهینجا از موج خشونت در این کشور ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. شب گذشته یک گروه بزرگ فراریان که به بنگلادش رسیدند قصه های وخیم نقل کردند. در این باره همکارمون سجیده میرزا تفصیلات دارد. هزارها مسلمان فراری قوم روهینجا از جمله افراد تیر خورده و کودکان نوزاد که از خشونت‌های اخیر رو به گریز آوردند از میانمار به خاک بنگلادش عبور کردند. سر از آغاز ناآرامی‌های اخیر در شمال میانمار نزدیک به 150,000 مسلمان در جستجوی پناهگاه به بنگلادش رفت. در بنگلادش به آنها کمک اولیه طبی رسانیده می شود. سرباز ارتش میخواست مرا به قتل رساند ولی تیر سلاحش تمام شده بود. او با قنداق سلاحش دستم را شکست. ما از مرز گذشتیم. مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند. خبرگزاری رویترز نتوانسته است واقعیت نقل این پناهندگان را تصدیق یا رد کند، زیرا سر از ماه اکتبر سال 2016 مقامات میانمار رفت آمد به ولایت راخین را محدود کردند. در غرب میانمار بر اثر درگیری‌ها میان ارتش و پلیس و نمایندگان اقلیت روهینجا که اکثراً مسلمان میباشند در یک هفته اخیر بیش از 400 نفر کشته شد. اینچنین ده‌ها هزار نفر در این مدت به کشوری همجوار بنگلادش مسلمان نشین پناه بردند یا در جزیره‌های خلیج بنگال در ساحل‌های رودخانه تروپیکی نزدیک مرز دو کشور پناه بردند. دو طفل نوزاد که یک هفته پیش به دنیا آمدند با موج فراریان به پناهگاه کوتوپولانگی بنگلادش رسیدند. رسانه‌های دولتی میانمار ادعا دارند که کشور با تروریستان دست به گریبان بوده، آشوبگران روهینجا دهات را آتش زده گویا پیروان همه دین و مذهب را مورد حمله قرار می‌دهند. میانمار 1,100,000 مسلمان روهینجا را همچون شهروند اعتراف نمی‌کند و آنها را مهاجری غیرقانونی می‌شمارد.
طبق اطلاعی که همین لحظه از سازمان ملل متحد دسترس شد، روز جمعه شماره فراریان مسلمان از میانمار به 270,000 نفر برابر شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن خبر مرگ یا زخمی شدن گلمرود حلیموف، پلکونیک فیروری تاجیک با مقامات داخلدار روسیه همکاری را آغاز نمودند. صبح امروز رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت دفاع این کشور از کشته شدن گلمرود حلیموف در شهر دیروزور سوریه خبر دادند. بعداً وزارت دفاع روسیه با پخش بیانیه گفت که در پی حمله‌های هوایی نیروهای آنها گلمرود حلیموف شدیداً زخمی گشته از میدان حرب بیرون آورده شده است. از این پیش حداقل 2 دفعه خبر مرگ حلیموف از منابع مختلف پخش شد. بار آخر ماه اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ او را نشر کرد. گلمرود حلیموف سردار پیشین امانی وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست. گلمرود حلیموف سردار گروه تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 در این نوار پیدا شد و پیوستن خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرد. حلیموف در روسیه و آمریکا شیوه مبارزه با گروه های تروریستی را آموخته است. 24 سال کار کنی و همه وقت کاری کرد. آردین نه دولت برای آردین هم خانه هم آردین. او در عملیات رشت و خروق در سالهای 2009 و 2012 اشتراک نموده صاحب جایزه گشته است. گلمرود حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. بعد پیوستنش به دولت اسلامی مقامات تاجیک حلیموف را به خیانت عیبدار نموده از طریق اینترپول او را تحت تعقیب قرار دادند. از جهت روحی روانی با مقامات درست نامد. بعضا حالتو بود چندین مراتب بود که از ایراد گرفتیم، چندین مراتب سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که عاقبتش به خوبی نمیارد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم. تخمینا مکانی جایگیر شوی او را شهر موصول عراق میگفتند. بعد 2 ماه فرارش اطلاع پیدا شد که در پی حمله هواپیماهای آمریکایی مجروح شده است. ماه اپریل امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمرود حلیموف کشته شده است. ایالات متحده آمریکا روز 30 آگوست سال 2016 گفت برای یافتن محل بدوباش پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف 3 میلیون دلار می‌دهد. بعد اعلان جایزه گلمرود دیگر در نوارهای تبلیغاتی پیدا نشد. ماه ایول شهر موصول عراق که مکانی بدوباش پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف دانسته میشد از دست گروه تروریستی داعش آزاد گردید. اول ماه آگوست در صحیفه مربوط به جنگیان تاجیک سازمان ممنوع داعش گفته شد که گلمرود حلیموف زنده است. اکنون باز درباره مرگ او گزارش می رسد که در حمله هوایی نیروهای هوایی روسیه در شهر دیر الزور کشته شده است. خبری که بارها تکرار شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه درباره یک زن سالخورده قصه میکنیم که زندگی پرشروعی در مرکز مسکو را به حیات آرامانه در یکی از روستاهای قرقیزستان عوض کرده است. Воды река бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. هنگام صبح ترانه خواندن را سویتلانا فیودورова در قرقیزستان شروع کرد. در مسکو روز این زنی بازنشسته به طور دیگر آغاز می شد. من به نزد او آمدم. اینجا باد و هوا تماما فرق می کند. شاید همین هم به محیط تاثیر داشته باشد. خودم را انسان حس کردم. عالی است. مهم این که نفسگیر نمی شوم. آسما این آسما است. ممکن هوا نیز نقش داشته باشد. محض به خاطر دق نفس سال گذشته گلمیرا اسماعیلووا تصمیم گرفت که این زنی بازنشسته را با خود به جنوب قرقیزستان برد. تا آن دم او در مسکو به حیث دایه کار میکرد. سویتلانا فیودورova از جمله آن سالخورده های بود که گلمیرا در پایتخت روسیه پرستاری می نمود. من مجبور شدم که به مهاجرت بروم. باید فرزندانم تحصیل می کردند. او باشد گرفتاری آسما بود. نفسش می گرفت. هر 2 روز پس یاری تاجیلی را دعوت می کردیم. در چنگ و غبار احوالش بد می شد. من او را با خودم آوردم. یک کس را تماما به کشور دیگر آوردن آسان نبود. ولی حالا خدا به شکر همه خوب است.
келгеннен бері мана Құдайға шүкір. در اول ساکنان روستایی در قرقیزستان به این زن بازنشسته شهری با تعجب می‌نگریستند. بعداً برای شیرینی و تحفه برده و به مهمانی دعوت می‌کردند. وقتی من او را با خود آوردم نگاهم به هموطنان، همسایه‌ها، خویش و تبار و عموماً به همه تغییر یافت. من برای مناسبت آنها با او منت دارم. آنها دوی می‌خواهند که او را مهمانداری نمایند، تحفه بدهند، برایش گوسفند را ذبح می‌کنند. همه این توجه است کو. Adam көңілі ошоға өзім еліме жұртыма аябай разы болдым. معاشی که گلمیره در مسکو میگرفت حالا برایش دختر این زن طریق بانک میفرستد. نبیره های سویتلانا فیودورова در روسیه ماندند. زمانی که میخواستم او را با خودم بیارم فرزندانم گفتند شاید لازم نباشد، برایتان مشکل خواهد بود. شوهرم نیز دودیله بود. من با همسایه ها، خانواده و پیوندان شوهرم نیز مصلحت کردم. خانواده هم راضی شد، گفتند که من بهتر میدونم. من پشیمان نیستم. در ناوکن سویتلانا فیودورova دوگانه نو پیدا کرد. خوشتامنی گلمیره هر روز به دیدن مهمان روسی کلینش میآید. من زبانی روسی را نمیدانم. تنها عباره های سلام، احوال چطور، بیا چای نوشیم را میدانم. او مرا میفهمد و یک جای چای می نوشیم. بعدا او سرود میخواند. من خودم آوازخوانم، سرود میخوانیم. طبیعی هم دیگر را خوش میکنیم و من خانه میروم. این زنی بازنشسته میگوید که برای مسکو دلگیر نمی شود و قرقیزستان آفتابرویه را وطن دوم می حسابد. میفهمید مناسبت آدمان خیلی اهمیت دارد. مردم در نسبتت صمیمانه رفتار میکنند، نه اینکه انتظارند کی از اینجا میروی. در برنامه امروز قسمت بیشتر خبرگزاری‌های ما مربوط به نیزه و خشونت و تروریسم و مشکلات اجتماعی بود. در زمانی که انسان‌ها به سختی با همدیگر مراسم می‌کنند، زن در پاکستان محبت خود را در نسبت جانوران نشان داده است. او برای سگ‌هایی که از خود دفاع کردن نمی‌توانند پناهگاهی بنیاد نمود. لوحه‌ای که حالا پیشنهاد شما می‌شود در همین باره قصه می‌کند. زیبا مسعود اثنای زیارت از زادگاه شهر پشاور پاکستان برای سگ‌ها پناهگاه تشکیل کرد. این زنی امریکایی بعد 40 سال زندگی در کالیفرنیا برای نگاهوبین مادر بیمارش به پاکستان آمد. پدرم همین جا را به من داد که کار را سر کردن توانم. او صدها سگ بیمار و گرسنه را دیده اولین پناهگاه برای سگ‌ها را در شمال پاکستان تأسیس داد. We need to take care of these animals. ما باید غم این جانوران، غم انسان‌ها و فقیران و جانوران را بخوریم، اما اینها حیوانند، سخن گفتن نمی‌توانند. برای همین باید به آنها کمک کنیم. حالا زیبا در یک پناهگاه موقتی با نام مرکز محافظت جانوران خوشتاله به سگ‌های بی سرپناه غذا می‌دهد و نگاهوبین می‌کند. ما باید احتیاط کنیم زیرا در اطراف جانوران بیمار می‌گردند، به دارو و درمان محتاجند. ممکن است کودکان را در کوچه بگزند. زیبا مسعود در نهایت به کالیفرنیا برمیگردد، ولی می‌خواهد مرکز را مردم محل نگه دارند. مردم میخواهند در اینجا کمک کنند، میخواهند غذا بیارند. زنهای زیادی برای این کارم به من احسنت میگویند، ولی من مهم نیستم. برایم شهرت و چیزی دیگر لازم نیست. دلم برای این جانورها میسوزد، میخواهم غم آنها را بخورم. سگ‌ها هم با او اظهار سپاس میکنند و با همین شیوهی که میتوانند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه‌ترین خبرگزاری‌ها آشنا شوید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی، استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.